پس میبینید آنچه که ما بهش میگیم فرمول‌های موفقیت که مبتنی بر تنظیم لنز بر خود منه، همه چی برای منه، همه چی برای دیده شدن منه، همه باید کمک کنن که من دیده بشم. که چیم؟ که من نخبه‌ام. صبح بلند میشی بگو کی موفقه؟ من. صبح میخوابی فکر کن به موفقیت، به رسیدن، به ماشین دار شدن. نه، من چیز دیگه ای پیدا کردم. من میگم عزت و حکمت و مکنت و ثروت و همه چیزیه که خدا میخواد. تو هم گوش کن. هر چی که هست در ید قدرت اوست ولا غیر. انتخاب با منه، انتخاب با توه. تو چی انتخاب بکنی و تو چی رو بخوای بهش برسی. اینو فراموش نکن. رسیدن موفقیت نیست، در طول مسیر مفید بودن موفقیته. حالا خواه برس خواه نرس، مهم اینه که چقدر موفق باشی و مهم اینه که چقدر اثرگذار باشی، چقدر مفید باشی، چقدر به درد بخوری. به درد بخور، به درد آدم ها بخور. عزت، شوکت، ثروت رو خدا میده، میلشو از تو میگیره. فکر کن من همین الان بخوام خونه بخرم میتونم 50 تا خونه بخرم، بخوام ماشین بخرم میتونم بهترین ماشین‌های دنیا رو بخرم، ولی باور بکنید بچه هیچ میلی نداره، هیچ میلی نداره. ولی تو بگو یه دختری تو زندان خرم‌آباد یه نامه‌ای نوشته به بنیاد نیکوکاری نبی، گفته من پدر مادر ندارم، یتیمم تو اون زندان، من بعد از ظهر اونجام. من بعد از ظهر اونجا، من 100 میلیارد خرج کنم اون دختر رو میارمش بیرون. چون رسیدم به این که موفقیت یعنی به درد بخور باشی به حال جامعه. تو نگران عزت نباش، تو نگران ثروت نباش، تو نگران بلند بودن و دیده شدن نباش. اینا کار شریکه، کار تو چیز دیگه است. تقسیم کار کنید با خدا. بگو محافظت با تو، ثروت با تو، موفقیت با تو، دیده شدن من با تو، کار کردن با من. میدونی کار شریکی اینجوری خوبه، ما شریک میشیم با خدا. گفتم بله ایشون میتونن بیان. اومدن و صحبت کردن و من دعوتشون کردم مشهد. وقتی خواستن برن گفتم که ببخشید آیه دکتر قدیرا، به من فردا فقط 5 دقیقه وقت دادن. گفت چقدر وقت میخوای؟ گفتم من حداقل 10 دقیقه وقت میخوام. گفت 5 دقیقه ایران وقت داره، 5 دقیقه تونس وقت داره، 5 دقیقه هم رئیس شورا وقت داره. من هر سه تاشو میدم با خودت. من 3 دقیقه هم وقت اضافه آوردم. وقتی رفتم جلوی 52 کشور جهان وایستادم، اونجا خانم میدونی به چی فکر میکردم؟ گفتم خدای تو چقدر کارتو خوب انجام میدی. گفتن که ما باید بشینید این کنفرانس 52 نفر. گفتم باید بشین. گفتم میدونی من نشسته حرفم نمیاد، من باید برم وایستم. گفتن استیج فقط مال وزرای امور خارجه اسپانیا و وزیر کشاورزی اسپانیا، اون دوتا حرفاشون زدن رفتن دیگه. استیج اللحاظ تشریفات برگزاری اجلاس استیج به کسی داده نمیشه. من گفتم ولی من میرم اونجا حرف میزنم، من مطمئنم. بعد رفتم بیا آقای قدیرا، گفتم دیشب یادته؟ گاره. گفتم من میخوام برم او بالا حرف بزنم. گفت باش برو او بالا حرف بزن. رفتم او بالا حرف بزنم. من با خدا هر کاری بخوای میکنی. تو بدون خدا هیچ کاری نمیتونی بکنی. انتخاب با تو. پس اینو تکرار کن با خودت که تو با خدا یه تیمی. رفتم اون بالا حرف زدم. بچه‌ها وقتی حرفم تموم شد سرمو بلند که یه چیز براتون بگم. گفتن اجلاس تحریمه. بابا من این امر رو اومدم چرا اجلاس ایران تحریم کرده؟ گفتن چون صندلی شما رو گذاشتن کنار اسرائیل. گفتم خب باشه نمیخوام باشه ازدواج کنم که نشسته، من نشستم با هم حرف بزنم. نه 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 نه، پرچم ما رو اینجوری با اسرائیل اینجوری گذاشتن کنارم، این شیطنت رسانه‌ایه. گفتم خب باشه حالا چیکار کنم؟ گفت ما تحریمش کردیم. گفتم ما نداره، تو دولتی، من که دولتی نیستم، من میرم. گفت میری کنار اسرائیل، یه عکساش
منتشر میشه، پدرتو در میارن، تو ایران پاستو میگیرن، اوضاع خیلی به هم ریخته. تو با اسرائیل رفتی نشستی، بعد احتمالاً دستم میدی، بغلم میکنید، بوس و ماش و بوسه و فلان اینا. یارو هم مثل من سرش مو نداشت. گفتم دیگه تقارنی هم پیدا میشه دیگه هیچ. گفتم که نه، من یکم صندلی میکشم میبرو. بعد بلند شدیم رفتیم و بعد دیدم آره دیگه صندلی ما رو گذاشتن کنار اسرائیل، پرچمشون. من پرچم جدا کردم آوردم، صندلی من آوردم میبرو. بعد بهش گفتم جلو نه، قذر میرزم سرت. اونجا نشست. بعد وقتی رفتم حرف زدم، سرمو بلند کردم، دیدم که 52 کشور به افتخار پرچم جمهوری اسلامی ایران که پشت این ویدئووال 3 متری تو کلیپ من بود و پشت سر من انداخته بودمش، بلند شدن و دارن دست میزنن. یکی از اون کشورها اسرائیل. میدونید تو این کشور کار کنید، دشمنت هم برات بلند میشه دست میزنه. 3 روز کارگاه بود، من کلی مصاحبه کردم، کلی کشورمو معرفی کردم. تیم ما برد در اسپانیا. حالا هم اینجا ختم شد؟ نه، به اینجا هم ختم نشد.